سلام. به جلسه 45 آموزش زبان آلمانی با کامران خوش اومدید. تو این جلسه هم سهیل من همراهی میکنه. من هم سلام میکنم دوستان خدمتتون. قبل از هر چیزی ما رو سابسکرایب یا همون آبونیرن کنید و حتما برامون کامنت بذارید و لایک کنید. انرژی بدید تا ما هم بتونیم ویدیوهای بیشتری رو براتون ضبط کنیم. مرسی. تو این جلسه میخواستیم راجع به یه موضوعی صحبت کنیم. از نظر من خیلی موضوع مهمیه. یعنی برای آلمانی وقتی شما آلمانی صحبت بکنید، اگه این نکته رو و این درس امروزمون رو تو صحبتاتون رعایت کنید، این نشون میده که واقعا شما آلمانی رو خوب یاد گرفتید. به نظر من خیلی نکته مهمیه. اونم اینه که توی بعضی جمله ها وقتی برای یک فاعل، یعنی یک فاعلی که توی جمله وجود داره، دو تا فعل همزمان به کار میره، یعنی دو تا فعل تو جمله موجوده، دو تا فعل اصلی، این دو تا فعل گاهی اوقات، یعنی در قانون اصلیش اینه که معمولا با پرپوزیسیون سو، فعل دوم به صورت صرف نشده، ته جمله با پرپوزیسیون سو میاد. حالا تو بعضی موارد برای بعضی فعل ها و اصطلاح ها این سو لحاظ نمیشه. همین رعایت کردن این مسئله که کجا فعل دوم با سو بیاد و کجا فعل دوم بدون سو بیاد، این درس امروزمونه. حالا اینو با هم اصطلاحاً بهش میگن اینفینیتیو میت سو یا اینفینیتیو اونه سو، یعنی حالت مصدری به همراه پرپوزیسیون سو یا حالت مصدری بدون پرپوزیسیون سو. حالا اینو درس امروزمون رو با هم نگاه می‌کنیم چجوری لحاظ میشه. طبق معمول من باز یه برگه آماده کردم. توی حالت اول حالت رو در نظر میگیریم که فعل اولمون به شرطی که فعل اصلی باشه، یعنی فعل کمکی مثل هابن، زاین یا وردن نباشه و حتی فعلای مدار یک کدوم از این نباشه، فعل اصلی، حالا هر فعلی که باشه، معمولاً فعل دوم به صورت صرف نشده ته جمله با سو، یعنی با پرپوزیسیون، یه پرپوزیسیون سو میگیره میره اون ته میشینه. حالا نگاه میکنید، اینفینیتیو میت سو، یعنی فعل دوم به شکل مصدری با سو، این بالا نوشتم. اینفینیتیو میت سو ناخ، یعنی اینفینیتیو با سو بعد از این سه مورد اینفینیتیو با سو ما داریم بعد از این حالتهایی که پیش میاد. یکی این که یه فعل داریم تو جمله که همراه یه نومنی به کار میره، مثلا den Wunsch haben. Wunsch یعنی آرزو داشتن، یه آرزوی خاصی رو داشتن. فلان کس آرزو داره که مثلا دکتر بشه، فلان کس آرزو داره که یه خونه بخره. آرزو داشتن، این اصطلاح وقتی تو جمله به عنوان فعل اصلی به کار رفته باشه، این فعل با این فعل هابن، فعل بعدی که میاد به صورت با سو میره ته جمله، یعنی مثلا wünscht sich ein Haus zu kaufen، اون آرزو میکنه که یه خونه بخره. فعل خریدن رفت ته جمله به صورت مصدر kaufen و یه سو هم قبلش اضافه شد. یا مثلا die Möglichkeit haben، die Möglichkeit نومنه، گفتم نومن به اضافه یه verb یعنی فعل، die Möglichkeit haben. حالت سوم باز نمونه سوم die Absicht haben، این یعنی یه امکانی رو داشتن. die Absicht haben یه قصدی رو داشتن، یه قصدی، کسی قصدی داره کاری میخواد بکنه. یا die Hoffnung haben یا امید داشتن مثلا. این اصطلاح ها، یا مثلا Lust haben حال داشتن، علاقه داشتن، دوست داشتن. Zeit haben زمان داشتن، وقت داشتن. Spaß machen اینا وقتی به کار میرن، فعل دوم تو جمله، مثلا من دوست دارم فلان کار رو انجام بدم، این فعل دوم که اون کاری رو که میخوام انجام بدم به صورت مصدری میاد ته جمله. توی نمونه‌هایی که بعداً مثالایی که بعداً میگم میبینیم چه جوری میشه. حالت دوم وقتیه که بعد از یه سری فعل ها که الان چند تاشون اینجا نوشتم، خیلی فعل‌های بیشتری هم هستن ولی چند تاشون من اینجا نوشتم، بعد از این فعل ها فعل بعدی همیشه به صورت مصدر میاد و قبلش هم پرپوزیسیون تو قرار میره ته جمله. مثلا anfangen شروع کردن، ich habe angefangen Deutsch zu lernen، من شروع کردم آلمانی یاد بگیرم. Deutsch zu lernen. aufhören مثلا تمام کردن، ادامه ندادن، یه کاری رو دیگه ول کردن تقریبا میشه aufhören. ich habe aufgehört
zu rauchen. من سیگار کشیدن رو قطع کردم، یعنی دیگه ادامه نمیدم، ول کردم. beginnen شروع کردن، versuchen سعی کردن، beabsichtigen قصد داشتن یا تصمیم داشتن، empfehlen توصیه کردن، bitten خواهش کردن، verbieten ممنوع کردن، erlauben اجازه دادن، gestatten باز مثل همون erlauben یعنی اجازه دادن، raten یعنی نصیحت کردن، پیشنهاد دادن، پیشنهاد نه نصیحت کردن، راهنمایی کردن، vorhaben تصمیم داشتن، sich freuen خوشحال بودن. بعد از این فعل ها توی جمله فعل بعدی اگه تو جمله اومده باشه به صورت مصدری میره ته جمله میشینه. پس این میگم نکته اصلی اینه که دو تا فعل برای یک فاعل مشترک وقتی تو جمله به کار میرن، فعل دوم به صورت مصدری میره ته جمله میشه. معمولا هم توی این موردها یه سو قبلش میگیره. حالت سوم وقتی که فعل زاین به اضافه یه ادجکتیو یعنی صفتی تو جمله، مثلا زاین به اضافه wichtig sein مثلا، notwendig با زاین، یا schlecht این یعنی لازم، مهم، لازم، بد، خوب، درست، غلط. مثلا مثال نوشتم es ist wichtig regelmäßig Sport zu machen. Es ist wichtig این خیلی مهمه که آدم به صورت مرتب ورزش انجام بده. zu machen توی اینا یادم مثالاشو بخونم. مثلا er hat den Wunsch Rechtsanwalt zu werden. اون آرزو داره با همین den Wunsch haben er hat den Wunsch Rechtsanwalt zu werden. یا مثلا ich bitte dich damit aufzuhören. من از تو خواهش میکنم این کارو تموم کن، این کارو قطع کن، این کارو ادامه ندی. ich bitte dich damit aufzuhören. aufzuhören فعل دوممون aufhören بود به صورت مصدری اومد، منتها چون فعل جدا شدنی بود این سو میره بین این پیشوندمون و فعل اصلی قرار میگیره. تو فعلای جدا شدنی معمولا توی گذشته هم همینجوری بود، مثلا aufstehen aufgestanden میشد. بعد اینم که گفتم این اون حالتیه که پس فعل دوم به صورت مصدری میره ته جمله و سو هم میگیره. حالا یه حالتی هم داریم که فعل دوم به صورت مصدری میره ته جمله ولی سو نمیگیره، این روش میگن اینفینیتیو اون سو. حالا کیا پیش میاد؟ اگه یاد باشه سوال یه موردش قبلا یاد گرفتیم تو فعلای مودال، فعل دوم میره همیشه ته جمله، آره مصدر میشه ولی سو هم نمیگرفت. این یکیشه. اینفینیتیو اون سو ناخ مودال وربن یعنی بعد از مودال ورب ها فعل دوم به صورت مصدری میشه ته جمله میشینه. Er muss heute arbeiten. arbeiten مصدره ولی دیگه zu نگرفته، نباید بگیم er muss heute zu arbeiten. خب arbeiten. بعد از فعل werden تو فوتور ich werde ab morgen mehr lernen. اینم باز آرزوییه. حالت آرزوییه، نه این حالت قول دادنه. فوتور یک فعل werden اینجا حالت قول دادنه. پس بعد از مودال ورب ها و فعل werden فعل gehen بعد از رفتن، اینم بعدش فعل دوم به صورت مصدری میره ته جمله، zu هم نمیگیره. sie geht heute spazieren. sie geht heute spazieren. یا sie geht heute spazieren فعل spazieren هم خودش فعله دیگه ولی به صورت مصدری رفته ته جمله نشسته، zu هم نمیگیره. فعل sehen دیدن Er sieht das Auto losfahren. اون رفتن ماشین رو میبینه، راه افتادن ماشین رو میبینه. losfahren یعنی حرکت کردن ماشین رو میبینه. Er sieht das Auto losfahren. فعل hören Er hört mich rufen. Er hört mich rufen اون میشنوه که من دارم صداش میکنم. Er hört mich rufen. فعل bleiben موندن Er bleibt dort einfach sitzen. اون همونجا اونجا نشسته. Er bleibt dort einfach sitzen. پس فعل bleiben هم بعدش ته جمله فعل مصدر دوم به صورت مصدری بدون سوه. و فعل lassen آخریش. 7 مورد بود فعل lassen. Sie lassen ihre Handys einfach liegen. اونها گوشیاشون رو همونجا گذاشتن رو میز، مثلا موند. حالا میزشون من نگم مثلا Sie lassen ihre Handys einfach liegen. اونها گوشیاشون همونجا میذارن میمونه. پس در اصل
دو تا فعل وقتی تو جمله برای یک فاعل مشترک دو تا فعل اصلی اگه به کار رفته باشم، فعل دوممون یه فعل صرف میشه، فعل دوم میره ته جمله به صورت مصدری، معمولا هم یه پرپوزیشن تو بهش اضافه میشه. خب تو بعضی حالت‌ها این هفت مورد این تو اضافه نمیشه. کل قضیه به اصطلاح اینه. حالا حالت یه مثالامون هم با هم چند تا مثال نوشتم اینا با هم حل کنیم. میگه که Übungen am Wochenende habe ich Zeit. آخر هفته وقت دارم. اینو میذارم اینجا سهیلا ببین کدومش به اصطلاح به درد تو میخوره ازش کمک بگیر. اینو میذارم اینجا. اینجوری بذاریم فکر کنم راحت تا جاش. اینا با تو بودن، اینا بدون تو بودن. اینجا داشتیم مثلا Wunsch haben, Möglichkeit haben, Absicht haben, Zeit haben, Lust haben. Am Wochenende habe ich Zeit. حالا بقیه‌شو تو میتونی یه مثال بگی. آخر هفته وقت دارم که مثلا بهت زنگ بزنم. این با تو میاد دیگه. آره که بهت زنگ بزنم. به تو زنگ بزنم. آره مثلا تو را زنگ بزنم. تو آلمانی آکوزاتیو میگن. anrufen مثلا زنگ زدن. تو anrufen. dir. دیر نه آکوزاتیو تو آلمانی. dich. دیش. Zeit dich. حالا انروفن فعل جدا شدنیه. گفتیم تو میره اون وسط قرار میگیره. Anzurufen. آفرین. anzurufen. Anzurufen. Am Wochenende habe ich Zeit, dich anzurufen. آخر هفته وقت دارم بهت زنگ بزنم. Ja. پس این تو میره این وسط قرار میگیره چون این اصطلاح Zeit haben به کار رفته بود توش. اینجا داشتیم میگه Zeit haben. خب Für mich ist es schwierig. برای من سخته که. اینم با تو میاد. کجا داریم؟ اینجا تو آره sein به اضافه adjektiv. schwierig, schlecht نمیدونم wichtig, richtig, schlecht. schwierig هم صفته دیگه adjektiv صفته. schwierig هم یعنی سخت. درسته. برای من سخته که مثلا چی بالا. سخته که مثلا سخته که درس بخونم خیلی سخته. آلمانی بخونم خیلی سخته. همونی بگو مثلا آلمانی یاد گرفتم برام خیلی سخته. für mich ist es schwierig. آلمانی یاد گرفتن چی میشه؟ lernen. خب حالا با تو باید بگی دیگه. این جمله رو بگو اولش. Für mich ist es schwierig Deutsch sprechen. sprechen نه تو میخوای بگی آلمانی یاد بگیرم. آلمانی Deutsch zu lernen. آفرین. حالا میتونم بگی Deutsch zu sprechen. برای من خیلی سخته که آلمانی صحبت کنم. خب بگو همینو. این همینا میگم. بگو. Für mich ist es ist es schwierig. یه از اول نشد. قاطی کردی از اول. Für mich. برای من. ist es schwierig Deutsch zu sprechen. Okay, Deutsch zu sprechen. حالا یه بار دیگه اینو بخون. Für mich ist es schwierig Deutsch zu sprechen. آفرین. حالا همین گفتنش هم سخت. خب همینو من دارم میگم. من بارها اینو گفتم. تمریناتونو که حل کردین سعی کنید از روش با صدا بلند روخانی کنید. همین مشکلی که الان سهیلا داره همه شما هم احتمالاً دارید. وقت حساب کنید توی موقعیتی هم قرار میگیرید که بخوای اینو واقعا به یه نفر بگید. حالا اینجا الان مثلا 10 دفعه میتونه سهیلا اینو بگه چون لازم نیست منظورش رو بگم. من خودم دارم میگم اینو به من بگو. ولی اون کسی که شنونده یه صحبتی با توی دیالوگی با سهیلا داره صحبت میکنه که نمیدونه سهیلا چی میخواد بگه. سهیلا میخواد حرف بزنه. خب این الان جمله رو از روش نمیتونه بخونه. یعنی سختشه که تلفظ کلمه ها رو گفتن کلمه ها واسش سخته. خب این کارو شما یعنی با روخانی کردن این جملات با صدای بلند قبلا
به مغزتون دارید کمک میکنید که اول اصلا خوندن این کلمه ها رو یاد بگیری، تو بتونی بخونی، بتونی بگی، بیان کنی، تا بعدها در مقابل یه نفرم که وایسادی جمله رو اصلا بتونی بسازی و بگی و همه این فکرها رو بکنی، همه این کار رو انجام بدی، تازه مثلا بیانش هم بکنی. پس خوندنش وقتی هنوز ایجاد اشکال میکنه، اینو آدم باید این سختی رو از قبل واسه مغزش یه مقدار راحت کنه که بالاخره این بتونه مغز این به اصطلاح این کار رو انجام بده دیگه. Für mich ist es schwierig, Deutsch zu sprechen. Oder für mich ist es schwierig, Deutsch zu lernen. In der Bibliothek ist es verboten. حالا میگه توی کتابخونه ممنوعه که فبوتن هم باز جزء صفته. فبوتن صفته. است فبوتن یعنی فعل زاین به اضافه یه صفت. همین حالتی که زاین گفتیم چیه؟ ممنوعه. ممنوع. تو کتابخونه چه کاری ممنوعه؟ بلند حرف زدن. آها. بلند حرف زدن آلمانیش چی میشه؟ بلند چی میشه؟ laut. حرف زدن چی میشه؟ reden. sprechen هر دو رو میتونی بگی. حالا همین رو باید بگی، فقط اون وسط باید قبل از reden یا sprechen فعل حرف پرپوزیشن سور هم اضافه کنی. بخون. In der Bibliothek ist es verboten, laut zu sprechen. Laut zu sprechen. یه بار دیگه بکن. In der Bibliothek ist es verboten, laut zu sprechen. Ja, in der Bibliothek ist es verboten, laut zu sprechen. Ja. فقط یاها رو خوب میام یا. اوکی. اینها رو خیلی خوب یاد گرفتم. اون قسمتش رو خوب تقلید میکنی، بقیه‌اش هم باید یاد بگیری. So, ich habe in den letzten 3 Wochen versucht. یعنی این به این جمله زبانش چیه؟ Ich habe in den letzten 3 Wochen versucht. گذشته است. habe versucht یعنی من سعی کردم. خب فعلمون چیه؟ در اصل فعل جمله‌مون چیه؟ گذشته است دیگه. نه فعل معنیش چیه؟ ich habe in den letzten 3 Wochen versucht. Nein, versucht نه suchen gesucht. versucht یعنی سعی کردم. versuchen یعنی سعی کردم. اونم با تو میاد. خب تو این قسمت باید اونجا که نیست. داشتیم اینجا versuchen آفرین. خب ich habe in den letzten 3 Wochen versucht. مثلا چیکار کردی توی 3 هفته گذشته؟ سعی کردم چیکار کنم؟ مثلا درس بخونم. الکی. خب درس خوندن چی میشه؟ درس خوندن آلمانیش چی میشه؟ چی میشه خب؟ lernen. خب همینو بگو الان. Ich habe in den letzten 3 Wochen versucht Deutsch zu lernen. آفرین. بلدم ها. آره بابا یاد گرفتی دیگه. فقط نخون. 3 هفته. فقط دروغ میگی. دروغ میگم. wenn es warm ist. الان این جمله چی میگه؟ میگه وقتی که هوا یعنی منظور هواست. گرم هست. هوا گرمه. habe ich Lust. Lust haben. همون با تو میاد. گفتیم Lust haben. habe ich Lust. وقتی هوا گرمه هوس میکنم بستنی بخورم. آفرین بگو. wenn es warm ist. Wenn es warm ist, habe ich Lust, Eis zu essen. Eis zu essen, richtig, schön. Eis zu essen. Wenn es warm ist, habe ich Lust, Eis zu essen. به همین راحتی. In den Bergen ist es gefährlich. در کوهستان خطرناکه که. اینم باز با adjective.
آره آفرین. یه ادجکتیو یعنی یه صفت به اضافه فعل زاینه. میشه تو. مثلا چه کاری تو کوهستان خطرناکه؟ دویدن. دویدن چی میشه؟ لافن. لافن. غنن. غنن هم یعنی سری دویدن. غنن. In den Bergen ist es gefährlich. مثلا سری بدوی. لافن. غنن بگو. غنن. بگو سری. سری بدوی. schnell. Schnell. Schnell zu Schnell zu rennen. rennen. In den Bergen ist es gefährlich, schnell zu rennen. توی کوهستان خطرناکه که آدم تند بدوه. میخوره زمین دیگه آدم. خب man darf nie aufhören. آدم هیچ وقت اجازه نداره آدم تموم کنه، قطع کنه. چی رو آدم اجازه نداره قطع کنه تو زندگیش؟ مثلا یاد گرفتن رو آدم همیشه باید یاد بگیره. که تو آلمانیا میگن lebenslanges lernen، یعنی تمام عمرش آدم باید یاد بگیره همیشه. Man darf nie aufhören. فعل aufhören اینجا داشتیم. آره infinitiv mit zu. Man darf nie aufhören zu lernen. zu lernen. ja. بلدی یا؟ آره من یه ذره که فکر میکنم موتورت راه میفته. نه نمیخوام اشتباه به بچه ها انتقال بدم. نیتت خیره. نیتم خیره. Alle Leute haben das Recht. Alle Leute haben das Recht. همه آدما حق دارن. چیکار حق دارن بکنن؟ مثلا آزاد زندگی کنن. آزاد میشه چی؟ نمیدونم. آزاد frei. زندگی کنن. زندگی کردن چی میشه؟ همه رو میدونم. میدونی یا؟ بابا بلدی دیگه زندگی کردن. چی میشه؟ فکر کن ذره. آروم در گوشم بگو بچه‌ها. leben. lieben میشه دوست داشتن. leben میشه زندگی کردن. حالا alle Leute haben das Recht. بخون با از اول جمله رو بخون. Alle Leute haben das Recht frei zu leben. frei zu leben. همه آدما حق دارن که آزاد زندگی کنن. Bevor man eine Reise macht, ist es wichtig. قبل از اینکه آدم یه مسافرت انجام بده مهمه که آدم چیکار کنه؟ برنامه ریزی کنه. اوکی. سخته. چرا؟ مهمه که آدم ساک ببنده. خب چمدون ببنده. Koffer packen. آره. Ist es wichtig? Koffer. Koffer zumachen. Na. Die packen. Zupacken. Die Koffer zu machen. Nein. Packen. Zu packen. Ja. Bevor man eine Reise macht, ist es wichtig, die Koffer zu packen. قبل از اینکه آدم یه مسافرت انجام بده مهمه که اول چمدونا رو ببنده. مثلا Wir haben für morgen ein Gedicht lernen und eine Aufgabe. حالا Wir haben für morgen ein Gedicht. Gedicht یعنی چی؟ شعر. یه شعر رو باید یاد بگیریم یعنی حفظ کنیم و یه aufgabe هم باید حل کنیم یعنی بنویسیم. zu lernen zu schreiben. Und eine Aufgabe zu schreiben. Wir haben für morgen ein Gedicht یعنی باز یه نومن بود با فعل haben. پس باید اینجا بگیم zu lernen و zu schreiben. Kannst du mich heute میگه میتونی امروز به من سر بزنی؟ besuchen. چرا؟ بدون تو؟ مدال به دیگه مدال. آفرین. حواسم هست. آفرین. خواستم یه دفعه یه مدال بنداختم و وسط ببینم حواست هست یا نه. Wir haben Lust unsere Bekannten باز همون besuchen. ما دوست داریم که
لوسابنه میشه تو بزوخن. آفرین. zu besuchen. Ich bin باهوش. Ich bin clever. Clever, ja. Ja. So, lass uns Lass uns یه دقیقه بایستین شما. Lass uns gehen. Lass uns gehen. بیا بریم. بذار بریم. Lass uns gehen. بذار بریم. یعنی راه بیفت بریم به صلاح. Warte mal. Ich höre jemand laut Hilfe. بیا بریم. میگه بابا صبر کن. من یه نفر رو میشنوم داره rufen. چیکار میکنه؟ داره داد میزنه. گفتیم بعد هوغنم rufen. آفرین. Ich höre jemanden rufen. ببخشید. rufen. بدون zu. ohne zu. So. Die Kinder. نه بیام پایین. بعد میگه die Kinder bemühen sich ruhig. Die Kinder ببین اگه اینا نباشه مطمئن باش که با سوه. آره با توه. Die Kinder bemühen sich ruhig zu sitzen. یعنی بچه دارن به زور خودشونو میشونن. نه به زور خودشونو آروم نشوندن، آروم نشستن. دارن کنترل میکنن خودشونو که شلوغ نکنن، دارن آروم نشستن. Ja, sie bleiben wirklich ruhig. bleiben هم همون خودش میاد، چیز تو نمیگیره. آفرین. sitzen. Ja, sie bleiben ruhig. Ja, sie bleiben wirklich ruhig sitzen. So, gehen Sie oft in den Club? Gehen Sie oft in den Club? بدون تو میاد. Tanzen. یعنی شما اغلب میرید یا زیاد میاد به این کلوب برای رقصیدن. In den Club gehen مثلا tanzen gehen. اوکی؟ این کل مبحث اینفینیتیو با تو یا اینفینیتیو بدون تو بود. یعنی چیز دیگه هم نداره، ولی خیلی به نظر من درس مهمیه. این وقتی شما اینو درست رعایت کنید، شنونده، کسی که داره باتون حرف میزنه، خیلی یعنی وقتی برعکس بگم، وقتی شما اینجا تو این فعلا اینو لحاظ نمی کنید و رعایت نمی کنید و بعضی وقتا سو اضافه میگید یا کم میگید، این خیلی گوش شنونده رو اذیت میکنه. یعنی در اصل خیلی اشتباه بزرگیه به نظر من. توی شما داتیو یا آکوزاتیو رو اشتباه بکنید، انقدر شنونده شاید اذیت نشه. اشتباه شما انقدر آزاردهنده نیست که وقتی که شما اینو اشتباه بگید. واسه همین به نظر من یاد بگیرید، خوب یاد بگیرید، سعی کنید تمرینایی که مثلا از واسه این مپ هست تو اینترنت، زیاد تمرین زیاده، همین بزنید اینفینیتیو میتسو übungen، کلی تمرین میاد. اینا رو میتونید چیز کنید، دانلود کنید، بشینید واسه خودتون حل کنید، بعد متوجه میشید که بعد روخانی کنید. بعد از این طریق شما اینو یاد میگیرید که با کدوم فعل چه موقع تو باید لحاظ کنید، چه موقع بدون تو باید این جمله رو فعل رو به اصطلاح صرف کنید یا به صورت اینفینیتیو ببرید ته جمله. خب سوالی چیزی داری تو؟ نه خیلی خوب بودم امروز، از خودم راضی هستم. Du hast jetzt richtig angefangen Deutsch zu lernen. همونی که ایشون گفت. چرا دیگه میگم du hast jetzt angefangen Deutsch گوش zu ندادم. lernen. آره دقیقاً. خب به پایان درس امروزمون رسیدیم. امیدوارم از این درس استفاده کرده باشید. به همراه سهیلا ازتون خداحافظی می‌کنیم. ولی شما عین من نباشید، بخونید. Tschüss. Tschüss.